درود رفقا، خیلی خوش اومدید با آکادمی خودتون. اولین آکادمی خلقتگرایی در ایران. دقت کنید، اولین آکادمی خلقتگرایی در ایران. چرا من همیشه این رو اول کلیپا میگم؟ ببینید، دلیلش این نیست که بگم من خیلی خفنم، من خیلی خوبم، من خیلی شاخم که توی 85 میلیون ایرانی من اولین نفری هستم که دارم این کار رو انجام میدم. هدفم اینه که این رو به شما انتقال بدم که شما قراره توی این آکادمی حرفهای جدید بشنوید، حرفایی که قبلا جای دیگه نشنیدید. مثلا چی؟ مثلا ممکنه شما توی این پیجای اینستاگرامی به اصطلاح علمی برید ببینید نوشته فرگش یک فکت علمی است و مثلا چند تا پستش هم نگاه کنید که اونجا داره یک خداباور با یه آتئیستی مناظره میکنه و آتئیسته میگه ما میدانیم یک بیگ بنگی رخ داده است. بعدن در اون طرف اون خداباوره بیگ بنگ رو زیر سوال نمیبره، یعنی فرگشت و اون میلیاردها سال داروینی رو زیر سوال نمیبره. میگه باشه ما حرف شما رو قبول میکنیم، ولی چه کسی مثلا ثابتهای فیزیکی رو طراحی کرد، اونقدر دقیق طراحی کرد که جهان بتونه شکل بگیره؟ یعنی اینها از این طریق میخوان خدا را اثبات بکنن و همیشه هم شکست میخورن. در حالی که تو این آکادمی ما میخوایم بگیم که همه چیز به صورت کامل و بالغ و عملکردی از همون ابتدا پدید اومده که به این اصطلاح هم میگن کریشنیسم، یعنی خلقتگرایی. و چه کسی این رو پدید آورده؟ خدای ابراهیم، یا توی پرانتز خدای اسرائیل. اینو من قبلا هم توضیح دادم. و اسرائیل با وعده‌ای که خدا به ابراهیم میده شروع میشه. در زمان اسحاق به صورت فیزیکی متولد میشه اسرائیل و در زمان یعقوب نامگذاری میشه. شما تصور نکنید اسرائیل منظور یعقوبه، فقط تو اون زمان نامگذاری شده. پس ما داریم در مورد خدای اسرائیل صحبت میکنیم، یا همون الوها در عهد عتیق، یا همون عیسی در عهد جدید، یا همون الله در قرآن. الله و الوها یک ریشه دارن. خب حالا بریم سر اصل مطلب. ببینید این مقاله‌ای که میخوام الان بهتون توضیح بدم تقریبا 2 هفته است اومده بیرون و یک قوقایی به پا کرده. این مقاله در تیترش داره میگه اخترشناسان متوجه شدن که داده‌های جیمز وب در مغایرت با مدل‌های بازیونیزه شدن جهان است. بگیم بوم یا نه؟ بله 100% بوم. چرا بوم رفقا؟ دقت کنید، این مبحث برای اولین باره که داره توی این آکادمی مطرح میشه و این مبحث یک مبحث به شدت مهمیه و برای اینکه شما متوجه سمی بودن این مقاله و قوقایی که این مقاله به پا کرده بشید، باید اول با مفهوم بازیونیزه شدن شما آشنا بشید و همه چیزهایی هم که الان میخوام بهتون بگم توی مقاله نوشته شده که شما تصاویرش رو میتونید پشت سر من ببینید. قضیه از چه قراره؟ اولا این رو بهتون بگم، توی این مباحث منظور از بازیونیزه شدن اتم هیدروژن هستش. یعنی شما میتونید برای اتم‌های دیگه مثل هلیوم هم این رو استفاده کنید، ولی توی این مباحث منظور اتم هیدروژن هستش. خب فرگشتگرا میگه جهان در ابتدا یک پلاسمای داغی از الکترون، پروتون و فوتون ها بوده. در واقع میخواد بگه که جهان در ابتدا هیدروژنش یونیزه بوده و 380,000 سال بعد از بیگ بنگ جهان اصطلاحاً خنک میشه و الکترون ها ملحق میشن به پروتون ها و هیدروژن خنثی رو تشکیل میدن و تا 400 میلیون سال بعد از بیگ بنگ جهان در اعصار تاریکی هستش یا عصر تاریکی هستش. پس جهان توی این مدت هیچ ستاره‌ای نداره، هیچ کهکشانی نداره، فقط از هیدروژن خنثی تشکیل شده. باز این رو توی پرانتز تاکید میکنم، هلیوم هم بوده، لیتیوم هم بوده، ولی منظور توی این مباحث فقط اتم هیدروژنه. خب بعد از 400 میلیون سال اولین ستارگان که بهشون میگن ستارگان نسل اول تشکیل میشن. از چه اتم‌هایی؟ از اتم هیدروژن و هلیوم، چیزی که تا الان حتی مشاهده هم نشده. و این ستارگان 30 تا 300 برابر جرم خورشیدی ما هستن و آنچنان جرمشون زیاده که انرژی خیلی زیادی به اطراف پراکنده میکنن و این انرژی زیادی که در اطراف پراکنده میکنن به مرور زمان اون هیدروژن خنثی رو بازیونیزه میکنه که اصطلاحاً میگن بازیونیزه شدن هیدروژن. یعنی این بازیونیزه شدن هیدروژن به این واقعه برمیگرده. اما یه نکته‌ای وجود داره. تمام چیزی که الان بهتون گفتم یک قصه و افسانه خالصه که خود مقاله داره بهش اشاره میکنه.
که الان این رو میخوایم بریم با هم دیگه ببینیم. ببینید رفقا، این کلیپ ها رو شما برای همه باید بفرستید، چون اصلا چیزی که ما داریم تو این آکادمی ارائه میدیم برای اولین بار داره به بهترین شکلش ارائه داده میشه. ببینید خود مقاله داره میگه به خاطر اینکه ما نمیتونیم فرایند بازیونیزه شدن رو به صورت مستقیم مشاهده بکنیم، میایم مدل هایی رو میسازیم که بتونه پیش بینی کنه کی این فرایند تموم شده. میدونم خندتون گرفت اونایی که فهمیدن، ولی اونایی که نفهمیدن یه بار دیگه توضیح بدیم. ببینید در واقع اینا دارن میگن ما فرایند بازیونیزه شدن جهان رو نمیتونیم مستقیما مشاهده بکنیم، در نتیجه میایم یک مدل ذهنی درست میکنیم که بگیم کی اون تموم شده. بذارید خیلی عامیانه بهتون بگم، یعنی شما دارید تو یک جهان یونیزه شده زندگی میکنید، فرگشتگرا میگه نه این جهان یونیزه نبوده، قبلا یک جهان غیر یونیزه‌ای بوده، یعنی اونجایی که هیدروژن خنثی بوده و این چیز فرضی که مشاهده نشده تبدیل شده به یک جهان یونیزه. این چیزیه که فرگشتگرا میگه. حالا خلقتگرا چی میگه؟ خلقتگرایی که به خدای اسرائیل باور داره، این خلقتگرا میگه نخیر، این جهان همینطوری یونیزه شده 7000 سال پیش کامل و بالغ پدید اومده. خب شما عقل سلیمتون به کدوم یکی از اینها حکم میده؟ شما کدوم توضیح رو میپذیرید؟ آفرین، مشخص شما توضیحی رو میپذیرید که فاکتور کمتری داره، پیش‌فرض کمتری داره. اینجا فرگشتگرا داره اصل تیغ و حکام رو نقض میکنه، ولی توضیح خلقتگرا داره اصل تیغ و حکام رو تایید میکنه. یعنی چی؟ یعنی همون چیزی که جیمز وب داره میبینه، همون چیزی که ما الان داریم میبینیم به همین شکل کامل و بالغ 6 الی 7000 سال پیش پدید اومده. یعنی چیزی که خود مقاله داره بهش اعتراف میکنه، میگه مدل های ما بر پایه این هستش که چقدر نور به ما رسیده از زمان بیگ بنگ که اصطلاحاً به این میگن تابش زمین کیهانی، و همچنین فراوانی طول موجهایی که متعلق به سطح انرژی و تغییر انرژی اتم هیدروژن که اصطلاحاً به این میگن لایمن آلفا فارست. یعنی بر پایه این شواهد که خودش هم غیر مستقیمه اومدن یک مدلی درست کردن که بگن کی یونیزه شدن جهان تموم شده و طبق چیزی که از این مدل ها به دست آورده بودن این بوده که 1 میلیارد سال بعد از بیگ بنگ یونیزه شدن تموم میشه. اما الان جیمز وب داره نشون میده حتی 550 میلیون سال بعد از بیگ بنگ هم یونیزه شدن تموم شده، یعنی این رو کشیده به عقب‌تر و با مشاهدات بعدی باز هم این به عقب‌تر برمیگرده. ولی الان این مشاهده دقیقاً داره اون چیزی که خلقت‌گرایان میگن رو تایید میکنه، ولی اون چیزی که فرگشت‌گرایان میگن رو نقض میکنه و این چیزی که خودشون دارن بهش اعتراف میکنن. میگن این خیلی بعیده که کامل شدن فرایند بازیونیزه شدن اینقدر زود بتونه تموم بشه و اگر این اتفاق اینقدر زود افتاده، الان تابش زمین کیهانی و همچنین لایمن آلفا فارست باید به یک شکل دیگه ای باشه که الان داریم میبینیم و اون شکل رو نداره. در نتیجه الان بین مشاهده و اون چیزی که فرگشتگرا میگه یک تناقضی وجود داره. در واقع اون چیزی که اصل مشاهده و تجربه است، یعنی تجربه است که واقعیته، ولی نظریه میتونه واقعیت نباشه. پس اینجا اون چیزی که فرگشتگرا داره میگه یک داستان و یک قصه ذهنیه، ولی همین مشاهدات دقیقاً یک مهر تاییدیه بر اون چیزی که کتب ادیان ابراهیمی میگن. در نتیجه اون چیزی که در کتب ادیان ابراهیمی اومده تاریخ درست طبیعی جهانه.